چی کنم؟ از خانه خود چیز نداری که بزنی که خرچی جیب برای یک رقم چپا چپی معلوم میشینیم اینجا. 8 روز است. بیا بریم پناه به خدا. اگه چیز گیریم و بیایم دفعه کمی اجمل هم گیریم ممکن کشت ما بخوایم پیسه رقم خرچی جیب ما برابر میکنم. وقتی یک زن آمده میگه مادر تا کار دارم، نمیفهم کی هسته. زهرا بده؟ آها کی است زد؟ مچه من تا حال ندیده بودمش، اولین بار است که میبینمشه. چون ناخ من جگر خون میکنی، ناخ در گپ غمس میکنی، باز یگانه چیزی که من بد میگی گپای زیر زبان خم زدن. من بسیاری کارا بد میفهمی. خودت دختر چه قیمت بال مریم زدیم سر می غمس. باز من گفتم باشه من دیگرم تو نمانده نیبان خودم دیگرم. باز من رفتم یه دخل دراز کشیده بودم، تو دخل دراز انداخته بودم. دیگه که بیبی عبید آمد دیگه تو یک گپای اونجا شروع کرده بود. چی میگفت؟ تو چرا دراز کشیدی که تو مرض نداشته باشی که تو خب که قدم‌های سرچشمه‌ام خیلی ببینی. حالا کس را که نشناسه کلگی مثل خوار و بیادر ولی همسایه کلگی خوار مادر و هستن دیگه. در اسلام ما و شما کلگی خوار و بیادر هستیم. نه دفعه هستون یک 2 روز نان نخوری از این جیب من از این دل من بیایی. آرسن حواسه به اینجا بود پاکیش چاپلوسی شکنم. ها صرفه که گلون درد نشی. صاف شود گلونه. صاف است بعض اگه خوردیم بعض راستیام که میگه از پیغمبر خدا در کده میفهمیانی. ما هیچ خبر نیست. تو چرا میفهمی چی روی کشیده بودی نی؟ اونه از بین کاله کی افتید؟ کی بود انداختش؟ من میفهمم. حسنا چی میگه دون کجا؟ با تو چی مانا؟ چی میگه در کجا میگم؟ با تو چی فرقی؟ چی رقم گپ زدن؟ چی رقم گپ زدن از این؟ کار داشتم دیدم خانه خودم کوچی خودم. چی مانا میته این کارو چرا سعی کنی؟ یک تمام روز این دیواله تا بالا میگردن ببینید تا خلاص تا باز بگه خیاش نگه که کلکشک میکنه. کلکشک میکنه از اون کجا میگه؟ کس نبود خاله گپ زدن تا در کوچه کس نبود. من کار داشتم سعی کردم. چی کار داشتی؟ چی رو سعی داشتی؟ کار داشتم. حالا تو چی؟ حالا با تو چی؟ یه من 11 هستم اگه من داماد خانه تان 11 تان باید جواب بدی بر من. کار که میکنیم بیایم به فردین جان پس بگید من اینجا فکرم طرف تو آرزو است مسئولیتم است. این تو تحقیق مثل که آمده بود تحقیقات از مکدم میره. چرا مادر؟ نمیفهم که دختر چند تا دختر داری؟ چند تا بچه داری؟ گفتم شکر مال خدا 3 دختر دارم. بچه داری؟ گفتم نه بچه ندارم شکر نمی 3 دختر برام بچه هم است دخترم است. دیگه ایش گفتم نامزاد است. یکی دیگه شاروسی کرده. این دختره که دیگه این دکتر است. این
اینمی بازوای مز دیگه. اما میره جاسوس تا این نکده باشه که بخوای از دان ما گپ بگیره بگه کدام خزانه دارن کدام پیسه زیاد داره پیدا کو ما چون نمیفهم پرده غیب خدا میدن بازی ترکی سعی میکنه. اما می مدرسه که دوزی میکنه یگان منم چرت میبره فکر میکنم که پدر خدا بیامرزم در زیر کدام درخت یا کدام گنج گل کده باشه. وای خدا دیگه چیز تصمیم درخت که چی یا دیگه که از خودتان سیاه کرامتی. گفتم نه شکر الحمدلله از خود ماستن. خودش باز پرسان. حالا بگو اگه خواستگاری آمده باشه خود نیم باید ما ازش تحقیق کنیم خانه از خودت از بچه باز ما تحقیق میکنم. خیلی کس که خواستگاری بره اول از هر چیز معلومات میگیره. پرسان میکنه که اولی از خودشان از چند بچه داره چند دختر نه. اینه که از هر چی که معلومات گیره باز میره در خانه توضیحات میده. که این که دختر داره که بچه داره اولی شخصی از خودشان این آرگاه دارن این بارگاه دارن موتر دارن زمین دارن دیگه داره یار توضیحات میده میگه والا خیلی خوب پیسه دار بیا برین نمو دختر بر بچه بگیرید باز خبر نیست که دختر کشوی میکنه دختر میگیره بچه نه قسم خورده نمیگیره نه شکر یک اولیه داریم مناسب خود ما است مادر تو چی میکنی داماد جان بچیم صدقه چوم خدا نکنه مادر بگو این زن میفهمی؟ این زن نو کارده لات سلطان محمود تیار است در به خدای تندور سعی کن ای جارو هم خدا تندور تخته کده ای جارو را نیمه سوز کده گرفته در تندور انداخته همین کار از کدن چقدر گناه داره که جارو را مردم بسوزانه حالا میزنه یک ذره تو تکن بتی اوشارش بساز بیدارش بساز بگو بخی کار کو بخی جمع کو بخی جارو کو که از کاری و باریش زن خو بیخی شالا پل است بیخی از هیچ کار خدا نیست البته یک کدام مرض ساری دارم نه او مادر صدقه چم خیره خو دیگه حال یک کمک نوا چیزی گفته نمیتونم تا که بلد شوه صحیح شوه انشالله خوب بشه مادر خیر ببینی مادر باز ببین درست نمانده که گوش کنم که چی میگه سمیرا راش که دادمش اومده گفته که تو کدام مریضی داری مچم سیل داری که نمیفهم تو چی شده تو برای خو کردن اینجا آوردم یارش دادن بیبی اومده گفته بیچاره خواجز چیزی نمیگه سه دختر قند میادت میزنم تو و کم هم ضعیف است هم تکلیف اعصاب چی ضعیف است مادر دیگه زیاد مریضی و یورته که این دلکت نگی بچه این همی خانیت است این همی جایت است این همی زندگیت است اینی دختر کتیت است هیچ فکر نباشی خوب بچه خیره آدم که پیر ضعیف شده هر گپ میزنه حال مرا زور چیزی که میگه ما جوابش می آل با ما موصله نمونده جوابش می مادرم نخوام مقصد نه خاله جان ما چیز نگفتم در پیش روی خودش مقصد در زوی پیش مرسل که مگله کردم پیش خودش نگفتم گفتم کلان است خیر است خیلی ببینی که نگفتی دیگه او خب مبرز تو خودت دیدی دیگه چقدر کالای چرک زیاد شده بود نمیگه نه زیاد نخواد باشه دی سه جره توشتی دی جوانیت خودم اندازی کوک چای کوک نان خب من میخواستم دیگه بکنم نه امر مرسل نمان نه خیسه که صدقی سرچه من بازم مردی تو نمیگم بچه اونمون زن سرسفید است باشه مادر من حوصله ندارم من نمیتونم حوصله کنم سمیراست که حوصله میکنم سمیراست که چیزایی که نگفتم من بگوی من حوصله نمیکنم حالا بچم چی بگویمش چیزی گفتم میتونی بگو اون اولادش هستن بخواست پیشش ولی یه چیزش نیست ولی چیزش نیست حالا امید بود دیگه در خانه بگانه است زبانش کنه تو از بود در خانه دیگه بگانه است درک نداره مادر خاله جان اون نواسیش است کل زندگی بعد کردن خوش نواسیش من خب بیخی شکی شدم نمیگم امی کارا رو خود جمع کردی نه تو خودت جمع کردی نبود باز آمدی در دالیست باز چطور قدر دیرا سلما نیای پشت چیزه دستش بر ما بند نمیشه در یک اصلا بر ما بند شد بیای پشت گاز او آمد پشت گاز او افتیده امور من نمیفهمم ایش در بین کالای من آلچر در بین کالای من او باشه نمیدونم او از دست خود سلما نمیفهمم از خاطر که من دیگه شکی نشدم امی که سلما آمد پشت گاز نه چطور گاز ما رو طرف کنم خودشون خوب که الان گاز دارن یک تا نداره دو تا دارن یکیش خلاش و دیگهش میگیره از ما چطور پشت گاز ما بیایم بازو همون روز پیدا شد تو خواست خود مطمئن هستی که اون کالا رو جمع کردی نبود ما کالا رو نمیشه خودت که آوردی من یار کلش جمع کردم قاط کردم از تو رو ماندم اینجا گفتم خودت کامل دبکس ما از خودت بردم کوار دارم حالا میبینم که دبین از او تو میگی از دست تو افتیده از قاد کالا نمیفهم اونم تو افتید دیگه من فکر میکنم از کالا این تو از پیش نیم افتید خب ایران برزی مانده بیخی من خب بیخی ایران هستم چطور سلما آمد باز چطور افتید
تو در اوی سابا خود سعی کن کوشش کنی نیزوف کنی نگاه کنی از خود دفاع کن. باید فکرم باشد حساب ما خراب نکن. تو چی با ما دیگه نبینم تا دفعه آخرت باشه کارا رو میکنی. ما کلان اینجا میگردم میگه نام چی من تاول کس نگرفته. دیدم دیگه با تو چی؟ نبینی دیگه. میبینم با تو چی؟ ایت نبینی مسئولیت دیگه پیش ما. زن نگاه کن زیادتر. زن مم نگاه کردیم. تو رو هم نگاه میکنم در پلیس پیاش نیستی. بیگانه نیستی. اصلا مسئولیت در گردن ماست. مسئولیت ما در گردن خودم است در گردن نیست در گردن ماست. در گردن ماست. من کل مسئولیت تا ما در مول لشمک و خارجی خونه است که باز بیا چیز کنه. نه بخیر. ما بگی اگر جز بخوال خیاش نیستی. خدا کس میگه سرم بسته. گپای میزنه که انسان نمیخواد. اصلا بشه خراب. اینو میگه. خیاش نیستی مثلا. یادت باشه نه این کارو دیاد من باز ما که گپ میزنم. نمیره یادم برو خوب خانه داخل خانه برو. خوب نمیکنه اما. حالا گفته برو. بوره چی میکنی؟ حالی موضوع دبه گاز چطور کنیم؟ حالا اگر باز دوست بگیریم میدم مال تا اوش کنم سایی تا دوست نگی حالا مطلعی ما رو اوش کنیم مال خانه ما رو اوش کنیم اول چی رو اوش کنیم؟ یک اما کمانده که ما رو ببره لیلام کنه بفروش خلاص باز کار خدا را سعی کنم سلما که دمونجا میره به خاطر چای که از اونجا از کالای آسونت کری از این مفتگیر آمد آسونت تو گپ کنه رو طرف که مادر بروی فردی نبفرمان مادر به خدا بخیر دیگه دیوانی ما میکنه رفتیم در یالی یک دفعه رفتیم دروازه باز بود کلکشک کردم بیرون یک دفعه آمده اوه چرا بیرون کلکشک میکنی جندواره مستاد از چی فکر میکنه در کوچه مادر دروازه را بسته میکنم دروازه رو بکنم سر مکشم یک دفعه از اون طرف آمده یک گپای میزنه من مسئولیت دارم من یازنیتان هستم چی بگوی آدم برای زمین چی بگوی؟ خودش که چرا مزدگار ما متفکر میکنه که یعنی چرا سر پس کوچه که نه مادر گپای خناق زد که مچم او چی نمیگه عبیده میگه نامزد رسیده او لشمک در قصه شما نیست اینجا مستم ما هر کار که میکنین باید از ما اول پرسان کنین هر کار که میکنین نه تو کنین او تو خدا بالا میگیره فقط که بگوی نمی پدرم هم از بیادرم هم از سیازنیم تو یازنی خب مفتم برو زن تا نگاه درست است یازنی خب پدرم میباشه بیادرم نیست میباشه یازنی 420 است ایت یازنه نه که دیگه از خانه دوزی کنه گرگی کنه ببره در خانه خود کین کنه او یازنه به درد نمیخوره تو بگو اول برو بگو اما سر خود تواباتی شکو بگو پشت ما نگرد بگو من دختری نیست که بگو سر خود از کوچه بکشم یا کلکشه کنم مادر باز یک بی‌نزاکت هست یک رقم گپ میزنه فقط که من دیوالش باشم باش تو باز من کدید کار دارم کدی کارت خوب یادت نره ای کارت مقصد اینی خوبیم بود برات باز من کدید گپ میزنم خب کجا اومدنه خدا که بخور من تشنگی نفرسم برآمد که تشنشتی چی او خب من میخوام باش گلاس مسیر کجا آوردن چی آوردی او زمزمه ماره خرید ببینی بخور خوب کردی که آوردی چی کردی امام کردی چی سر چی امام چی کردن گمش که قسام خراب است چرا نه سلما کلکشک داره اینجا من از بیرون اومدم به نجی برات خریدم کجا کلکشک داره دادان کوچه من خبر از این دختر میگم گو دختر کلکشک نکو بعد از کلیه میفنک دیگه دیگه خودوره خب سعی کو من گفتم همین کارو نکو همین کار بعد از همین رفیقای من تیره بر میشم بعد از همین یک چیز میگم بعد از نکو همین کارو تو رو چی با تو چی خانه شماست جیب ما من یازنیت هستم همین قرار من برات میگم نصیحت میکنم نکو همین کار حالا خب من مسئولیت تو آرزو گفتم فعلا دست من استاک آرزو گفتم شویی کنه دیگه کنه خب فعلا مسئولیت سلما است همین کار خوب نیست یک دفعه من گفتم من انرژی خیره بخور خیاش نیستی بگونیم خیلی انت گرفته در ایما میزنه فقط انرژیت مچم خاک در سرت فلان قوطی شکر در ایما دیگه نگاکاستن خدایا رو بزنه دیگه والله من موندن ولایش باشم کات از این کارش تو باش تو باز من کاتش کار دارم یاسنا تو بچم نمیگی تو میفهم با فایدهش میگی یا با فایده من میگی با خاطر از زمین خوبی ما میگی اما یاد آخر یک چند روز بعد گفتم باز نرمش میگمش تندور یادش میتیم میگم تندور کنه دیگه کنه گمش کنم تندورم نکنم این گندگی رو خدا تندور نپرته بچیم همین نظافت خاصی مراعات کنه حال که قسم لات سلطان محمود است حال که قدر تنبل است این سبار صاحب اولاد شوه این سبار صاحب یک چهار تا اولاد شوه و وقت چی خواد کرد به خدا خانه تا پوپنک میزنه خانه تا بوی میگیره بچیم پیش قوم سر نمی داشته باشی کلگی قطره و کیا نمیگید کلگی تا نمیتیتا که این پیدا کردگی خوارت است بازی این شرمندگی را کجا میبری بچه مخ به فایدهت میگم دشمن نیست خدا تو را کم نسازه خوشو جان شکر که هستی
من میفهم کل گپای تو دور است دور بر من تا خیره یه کار است مادر که هنوز نو است این کارا رو کلش سر صحیح میکنم من تا میفهمی خوشو جان جیگرخونی از این سر چی است که من رفتم خسرم هم گفتم اونم دختر ازی در اونم خانه پدرش مانده و پدرش گفتم گفتم که اینجا تحصیلش هست اینجا مکتب هست اینجا دیگه است باید هم قدر میگفت که این نو است نه باید هم تو گپا رو من نظرم نو به خانه آمده تا که بلد چه بازم خود تو کار میکنم دیگه نمیتونم دو کم کاستی دیده باید میگفت که نو است باید یکم میگم خیر است تو دلشم پر کرده بود یا قارش آمده بود نمیگفت نو است نه چی بگویم دیگه مادر جان تو خود میفهمی دست نه تو خود پیرست بهم پیری خود میفهمه مادر یعنی مادر کلام تو بفهمانی میده دل از خدا نمونه بچه من کلام باشه بجای بیبی میگم سمیرا جان دخترم میگم یعنی خانه است زیاد خونه کو مثلا کارایت انجام بده این با آرامی باش میفهم نه که باش بیای میگه یک حالا مریض استی کدام مریضی داری نواسه و میگیره مچو داماد مریضی تو میگیره این چی گپاس که بشینه برای انسان بگه خوب مونده شده هر انسان خیر از خاطر از ما میگم بچیم خیر دیگه پشت از مویت نگه پشت گپش کو همین ما شما که خوش آرام باشیم همین تو که کتی بیادرم که خوش باشی اونم تماما چیز از بچه بون میگه گپ میزنه دلش اخدا میکنه اولادش نیست نواسیش در اینجا پیشش نیست و که هر زن که باشه دلش اخدا میکنه اینجا قصهش نبود اونم تو چی قصد داره پشت گپای مادرم نگرد بیبی یک روز دو روز نصف و بسته اون رو نمیجست حالا بچه من سال حالا تو خونه خود دیدیش اینو تو خود جواب شمیتم مادر دیگه اصلا نمیکنه خب بگو دیگه هر چی که میگی من نه خدا پیش روش خیر باشه و تو خیر گفته خالم تو 6 ساعت الکلام شده یک روز نیست روز دیگه از بهترت میکنه خب جواب شو ندادی تو چیزایی بگو یکی بیست من میشناسم ما که تش بودیم مادرم کو من خدا پیش روش چیزی نگفتم نه او سعی از ما آشنایت داره نه از سعی دارم دیگه کلان هم است از مشده بگی تو دستش خلال انرژی بود چی بود بلا زده بگی تو به خود تو خیالش نیستی ما گرفتم رو دریش اول فایسه که چیزایی تو را فروخته از امو انرژی خورده میاد انرژی خورده آلگاه قصر کمی چرا کمی میکردی تو چه قسم یافتی کی برای من قصه کرد مادر خو گاز خو گفتیم گازش کجا دوام کردی نه مادر نبرده مادره من گاز نبرده بالون دوزی شده اینا رو گفتم اگه یار دوست بگیری میگم بالا تاوش کنم سایه تا دوست نگیری من چه خبر دارم دختر دیگه نشدی گاز دوزی شده دیگه من گفتم خیلی خبر داری من بیخیر دست شما دیگه مادرم سم هیچ من نفهمیدم نه من خودم که جنجال آسمان فردین من میگم خیلی خبر داری از دوزی شده خبر دارم ما دختر من کجا خبر دارم خیلی باش کار برد بگیم بالون گاز ما دوزی شده ات نیست خیلی کی گرفتن دیگه خیلی گرفتن دیگه مادر بخاطر رازی شدی ما خود جای نرفتیم ما خود خانه بودیم چه قسم گم شده چه قسم ما ارزو کاش رفتیم فکر کنم تو بردیش به گاز بالا دادی کمی آسانات گرفته باشه برده باشم دیگه می ایزن که آمده بود ما شرمیدیم که چه قسم بیایم پیشوری تو بگوییم که بالون و گاز نیست که دوزی شده گویا چه قسم خانه بشار است گاز خودش کردن آمده ما در گپ زدن بدیم گاز گرفته بردن البته دیگه چاش خراب مادر با سعی که خور باز معامله چی میشه رفتم میگه گفتم گاز نیست من گفتم برو تو از مریمشان بیار گفت نه من نمیرم خانه مریمشان که تو از گفتم برو من میرم مجبور هستم اینجا مهمان شیشه میرم اونجا دروازه مریم دیدم که مریم داخل میره که میاسونت از دروازه برات خدا دستش کالا بود چی بود از میکنه ترک کرده چی کریم الله اون میگم در زیر پای ما دفتی می خدا که مرده را میشرمونه سر تخته اون تا خدا رسوایش کاش که طرفداریش هم میکردم مادر به خدا من مستقیم که در جنگ شده او را حتما میگفت درست گفته حقیقت گفتی که اونم بیاز مادر اموجا هم خودش شرمیدم مریم شرمید مریم شما چی گفت نه اصلا نکرده دست مریم هم قرار دادم گفتم چی من دروغگویی میکردی نه امی ما اموجا خدای در دنبال بس که شیر سفید خدا هیچ برای دختر نبخشیدیم این دختر نبوده این آفت بلا بوده امورا میبود مادر رقم دختری کدام چه رقم از در کالا خود کرده بود امورا حتما میبود مفروخ چی میکرد میورداشت چی میکرد ای خدا چقدر یا بیعقل هستن کلشون نمانند هستن بیعقل هستن هیچ چیز نمیفهمن اصلا نمیخواد رفتن من گفتم کرده گمش باشه یا نباشه کرده دخواد کالاش مان باش ورداره این خدا زده بی فکر تا کرده قرین جندخته که از سلما مده سلما میبینه چی میگی؟ سلما میبینه که الان کریم اینجا چی میکنه الان چی میکنه آخر دیگه چی میگفتم تو موقع قسم مادر تو متن نقل نگید من خود تاردی انداختی سر سونه میکنی نیست نمی کار از کدام؟ گفتم نه دیسته چی بگوی زنی توی نگدی؟ این حال قبل دادانشان جور شده والا این حال بانی مارم بازوها گمش که بیعقل هستن بچه سرک خورش چی میگه خورش چی میگه کلشان دیوانه موقع هستن نه خود رفتن دیوانه گکا
خام دیوانه کاک میگی نمیاسته نه نمونه یک یادان کوچه است میشه دیگه شکر نگاه کردن نمیتونه گرم یپشری سلما قد کالاش لو خانه زد خدا خراب کرد خانه اینا خلاص دوز معروفی شدیم آخه چی دیگه بچه خراب نباشه نه تو قف میگن او تو خوبش از رشور دادیم برات بخو سعی کن مزه را گردن کنی خراب شده نه شده خراب بخو یه تو می باشه گازار بعد ناوردن از خاطر فشار یای کمش که خوب کردی مگه مزه نمی طبیخی گرمه خدا میدونه درجه بتن چه قیقت اندی ولی چیز یه جای نرفتم خیلی خراب کرده دیگه شیر خراب درجه که باش کردی والا من دیولو کس نخوره نه یاله سر من فشار آمد میگم از بس که گنگ شدم گفتم این چی رقم گپش است من نفهمیدم دیگه به خدا اینه آخه گناه تو نیست دیگه او روز رو اونم سر تو چکش مشکل بیخ دیوانه شدیم مثلا خلاص شدیم آره تو که دیوانه شد خو حق داری من بیخی هم یار دیدم بیخی ایران هستم شش تا هم داشتیم هم خلاص خیر من یه رو بگو این آخر پیداش من خواهی هیچ فکر نمیکردم که در خانه ما باشه میگفتم چطور سلما تو مزده سر تو مزده حالا اگه من میگرفتم اموره خوار بود مستقیم برش میگفتم گرفتیم خب نگرفته بودم هیچ من خبر نیستم از امی گب خیور آمد من اینم خود سلما از دست خود رو زندخته همی گب مادر نمیفهمم با خدا من خیلی تو دیدی که او از کجا افتید نه من دیدم من نفهمیدم از دست تو افتید یا از سلما دم پایین که افتید کاش که من یک دفعه دست سلما رو هم وقت میدیدم که در دست از چی هست چی نیست بیخی آدم جور در این حسابا دیوانه میشه حالا ما خود دیوانه شدیم خب سعی من خود زیاد دیر خودم میارم که باز بیدیم که یک گم نه گب راست بگره او هم دمی دالیز خود ما در خانه خود ما پس پیدا شد میگرد جای سنگ است در پای لنگ است نی هم راستی هم که میگرد در مکتب میره در تحصیل خود میره این رو گفت حال بال اون امور که بخیر بیارم اما دختر از این آمدن در مکتب اینجا تبدیل کنم دیگه کنم بازی سه پارچه کنم فکر از این با جمع میشه مادر بازی نی گپایش بازی نو وقتش خیر از همین خاطرش فرق است را گمک است همین هیچ فکرش کار نمیکنه که بشین امانت چشمش را میتونه اون امور از خاطر دخترش است مادر خیره منتها میفهم حال گپای تو خودش هم میفهمه که گپای تو با فایدهش است اسلامش آخر خوب میشه مادر حالا سبارز یک قوم میه خیش میه کلگی خواهد میرسد زن اولش هم سایکو این سایکو از برای خدا در زن اولش در خانه شیر منداخته شیر جمع میشد در خانه از این سایکو تو که گمش کدگه چی بگویم در خانه هم که در یک قسمت خانه بوی میته بوی که به خدا میال یاد کردم که ایسی نیم تختش نه مادر خدا خیر بده تو روز گفت که بیادر نمی فرشا بیار کلش دفتر میکشم خانه تکانی میکنم خودش گفت منتها یک کمک این فکر شدم مثلا دختر جمع شوه ان شاء الله کل کارا صحیح میشه مادر خیر ببینی تو میفهم که تو به خوبی از ما میگی اگر نیخ من کدام هدف دیگه ندارم کدام مقصد دیگه ندارم شکر دروازه تو شد خوش شدم شکر این امروز سبا بخیر عروسی عبید جان میگیریم بخیر خلاص عروست میایه حداقل مقه کاری باری باشه برابر از امو عروس یک جای کار کنه یا ما روز گفته میشه باز برابر از امو خدا بسازه بر اندازی از امو خدا بسازه اتناشه که بازی قرار بالی سر خانه بشه که من خصوصم که جان از دختر ایورم برای کار کرده نه ان شاء الله تو نمیشه خیر باشه میشه ان شاء الله یا مسلم میشه مادر دیگه خیر ببینی تو که در طرف ما چیز نگویش مقصد من گوش تواس کردم که یعنی فکرت باشه متوجه کارت باش متوجه گپ سخن باش که مردم تا نمیتید مردم خنده میکنید خیر ببینی مادر برو بخیر تو که مقصد چی بگویم با خوشو اوسو تو میگی اوسو خب خیر من تو را منامت نمیسازم مچیم تو هم به خوبی من میگی یا با دیگه میگی خب خیر باشه این کل کارمو میکنه کی میکنه این کلان است نمیده خواه برش چی نبود دیگه بزنه حالا کو نمیفهمه میزنه گپ خودم تو چی بگویمش چی دوم بگویم خانه اولادم است خب یک روز درست که واسه نمیشه باز بهتر میگه مادر جان یعنی خودت نمیگه خب میگم مرا که گفت ما کلانش ما شما باشم میتونم بچه شما هم کلان شما نگویم چیزی
نه خاله جان کاش خود چیز نگفتم در پیش روش برو خوب کردی تو پیش بس امارسان چی کردم فقط من یک درد دل کرد خیر باز از اون معذرت ما میخوایم بچیم خیر کلانتون بیاید یک سر صدا و قول مقال میکنه اگر سر داماد میبینه سر خانه و جاش میبینه خلاص گانه چی بگویم کسیش دیگه هیچ گفتن نمیتونم به خاطر که دخترشون داره دامادش خلاص مادرشون من گفتم خالشان دیگه گفتم شاید از خاطر از اونا شاید قارش آمده باشه نه که دخترم بود یک وقتی خانه حال مرده چطور زن گرفته نه خارش خارش میایه خودش گفت که ما زن نیستم حالا ما که نموندیم برازو که ما آمدیم زود که گرفتیم حالا خدا دیگه نمیشه که دیگه ما موتر از اون میشیشتم که موتر از اون میشیشتم در سالام نمیامد که بتونم هیچ دلش نیست و رقم که بگوی من چون من گفتم شاید از همه خاطر قارش آمده باشه نه از خاطر دختر کجا نمیشه بچه دل از کجا خود از خوب پیش از زنی ورش لک از پر میشه خدا چی میگن دیگه چی نمیگن اون میگه کل درد دل راز دل در جنگ همون که در خوبی بیش نبوده در جنگ میگه دیگه جگر تا خونه بیا بریم سمیرا بیا بیدن قصه چیز بیا ایش دقیقه که پشتش مکن دیگه بیا بریم الو چی بگویم کتی تو اینا میرم از پیش بیادرم خواه گریزون کدی کتی قضوان بعد تخ همین شمشیر دست میبود ترس دکر دارد میگویم ناری دختر دادرش چی بگرم ما با جان با قربان با خوبی با دم با دلاسا کتی دختر رو یک ذره خوب شده در کار و باریاش خدا شرمندش خدا شرمندش تو بگیر کریم ما گرفتم ورداشت مادر یا بخی میگی مادر یا بخی باند دوزی پیدا کردن جور کردن تو مرا کریم دوست بچه همیم دوست خوارم دوست کلشان دوست در نوری ماندم باز همون رو برم الان ایجای وارد دارم برو باز نزنش بیاد قرار کم ببینم که دلم جمع شد مادر این قصه خالی ما رو برکت کنی باور نمیشه باند دوزی سمیم دوست بچه همیم دوست خوارم دوست کلشان مستقیم دوست دوزار گیرا سر کار ما کرد دوزار شد سر کار خوارت کرد دوزار شد یعنی میا برایم خوب است خوار ما بیا رو دختر کرده ببینم هالو برو شکر که پیدا شد خدای قدر خدا پیسه حلال بوده سلما ماما اونجا گفتم در دل خود گفتم پیسه حلال بوده اون پس پیدا شده مادر خواهم انگشتر بگه دیگه نکش دیگه در دستت کلیه دسته انگشتر چه نداده انگشترش هم اونم مادر ما ناو کرده وقت بردش پشت کارش خدا دست دیگه نکش مایده کنه که تو دوزی کرده نگانی انگشتر که چقدر خوب سلما دو دختر من برم خودم هم پرسنل شکر که بالونه اگه نه مادر میگه نه مال دوش کم سایت دوست میگم بالین تو نم آره از من کجا فهمیدی تو دختر تو عجب کم میزنی مادر دیگه چیزا رو کجا ثبوت کرده تا نسیم کوره ثبوت کنیم ثبوت که مادر عمیم تو شرمیده بود که شرم او شد کدام تو بشرم گفتم اینا تو قرار سوگش گرفتم گفتم بشرم نگذار نه نمیفتی گفتم اینا من تو رو میگفتم خود چرا من صدا نکردی که اونجا مکر چی گپ میزنی باز من آسونا تایگان چیز گفت که با خود نگه خود چرا من صدا نکردی نه گپ با من سر دل خود حل میکنه چرا من نگفتی مادر کریم یا بشه که خوش بدم از خوشی زیاد جنگ نکرد پرواز کرد که من در این موجود نباشه وقتی که من خبر نداشته باشم نمو امیت میگه خودشان پد کرد سر من سختی چرا مادر تو که میمون شیشته بودی یک دو که من قرار یافتم گفتم اینا باز یک جنجال شروع میشه این راستی قرار گرفتیم ترامپ که داستان رفتی زوب کن شرمندگی زوب کرد مادر ناتک میکنه ناتک دختر فیلم هندی شده بود خدا بزنش که ناتک میکنه اونم همونجا قبض رو میشد نفسش خدا باز ما گرفتیم در خانه بلا نمیزنم مادر در خانه شده انداختم مامیمو یک چند چیز گفتم برام مادر حال دیگه چی پخته کنیم چای ده چی من میرم بریم یک بالون دیگه جانی شپیره میرم در جانه امیت میرم بالون گاز ما مادر اینا رو باز بدیم میگه طلاش مونگم میگه بالون دیوانه شده دختر گوش دو زیا برآمدن طلا دو زیا برآمدن پیسه دو زیا برآمدن یه بالون مونده بود تو با خدا ای دختر خدا قرار بیری قرار گپت خاموش میمونه هم مادر کسی دیگه نیست اول که رفتی به خونه شد تلاشی تو میکنی گمش کل گپ خواهد سبانالی گپ تو میکنی کالو وقت از خود کل تو کرار یافته نال باشه که گپ جنجال جور شد میگم با قایم بگو بگو خودت که اومد اینجا گفتم میگیرم مقایم میگیریم گفتم ماشیم چی گپ بالا ریخ پیدا شد اومد که ماشیم گاز نمیتین ماشیم خانشیم کنم تا ملاب ده کیو یا برخود چه جور کرده نمیفهمم گاز نمیتین که ماشیم گاز نیست با ما گاز پرته
او که همی از او خانه کالا گفتم من گرم اینجا پیشش لول خودم ارتباط گاز همسایه رو بگی در دیگه چیزا خوب خوشه خوب آرام چیستی هم در دیگه چیزا که جمع میکنم با در گاز شد میخوانی خوارم از خانی همیم است رئیس در دیگه چیز دوست هستیم با در گاز کشت مرا گاز تانه گاز تانه بتیم چامیم با بطن 1 کیلو گاز نفتم بری پس 1 کیلو گاز نمی تبتی خیلی بینیم ما خداریم بر خود ما بچرانیم زندگی ما را ندادی شخو گازه نه گاز دادش دخترش تو نداد مال واوچربک نماده باشه به قدرتی خدای پاک بچه واوچربک نه مثل که پای سالات رو برام قبلا دراز است من خدا رو من میبینم در بیخی خندیم میگیره آ بیازو بابا رایت بر افغانی نگفتیم که باجه ما میشه خب کاری شرم است اون چه قسم بگویی می پای برق رو میره چی بلاست چی یاد بود چی قصه است چطور شده سر تو دختر خوب است حالا نکو زبان نکو که نخوری او جوش روغن در کلید تو پرسان که از یک مچی روزا رو تیر کردیم پشتم باز ماندم یالا اقا پای خوردیم لط خوردیم که یا خودم هم یاد چلور کده نمیدانه پیش مادرم من تو بچه خدا خیر نده من کلم چیگه کاش از مش میشفتونه در بینش چی از کلش خدا خمیرک خرابه کده در جیب تنداخی سدیدی بیخی یک تکه دوغ زدیره خراب شده ای دلم خراب شده بی مزه مشکو چی کنم خیلی فقط میره پخته کنم و حالا مستقیم اومد روغن داغ در سر من انداخته خود زبان کردینی حالا خودم نمیفهمی کنم نمو عملیست برش نمیرسه ای چیزه او کمی ساعت دو میزنم ولی 10 دقیقه میگه ما اینم تو چپ هستیم گفتم میره 5 دقیقه بعد کل چیز جور میشه اگر مستقیم بکشتن است خب بگو که من مستقیم ترا میکشم حالا تو خمیت میشناسی از این وقت خود میشه دمی اولی کلان شدی خویشان بلد هستی تو باید همه قدر اون گپ که میزنه چپ تا که 1-2 دقیقه بگیری هیچ گپ نمیشه اگر نه که یک دفعه الف گفتی تو بی گفتی ما اون کلان از اساس خراب میشه میزن کدام جای دیگه تمیز ساختن اینا چطور میکردن پرسان کردم امیم که من چی گفتم برش خود دلیل نگو اونم یک چیزی که برات میگه تو چپ تا بگی خیر است ما بازاردش میکنیم یک رقم نه یک رقم دیگه اینمی زبان با زبان شدن تو باعث میشه که تو اینا روغن چپاش وسط نه کدام روز دیگه اعصابش خراب شه از این بالا پایین تیلت میکنه دسپای تمش کنه باز من که بندازه که هم بدتر بمونیم هم دلش جمع شود نه چرا خود تا اموره تا زبان کردن کرده امی یک دقیقه چوب بگه خدا نم چوب که بگیری کل دنیا گلزار است تو کم بیرون شام توی دمیجه بودی قضیه رو خبر داری که من زبان کردیم خب خبر شدم که زبان کردی خب گفتن برای من که زبان کردی ناقص کسلت نمیخوره کی گفته برات من اصلا من لات نمیخورم این لات نمیخوره به خاطر که ما در خوش خبر هستیم ما نمیگه برش انرژی چیز نرسه یعنی بیرون برم یک انرژی برش بیارم سعی که یک روز جور است باز کس نرسه برش باز اون دیوانگی است خلاص مقصد ایجاد کو کجا میگی؟ نکو اما زبان نکو کل چیز جور میشه هیچ زبان نکردیم واز دل خود جور میکنم تو میفهمی که امور سر از تو میزنی؟ برو یک گلاس آب بیار برو تو را غرض نیست خب میفهمی که مادرم یک عملی آدم باز خواهم میگم نکنم تو کار زبان نکنه حالا خب ما تو کلان شدیم دمو خوش میفهمیم اون زبان میکنه که نمیشه میشه یا برو میگفتن دوا بیاره که من میبرم روزانم خراب است نه خدا نکنه مادر میر پیش سلما ایدم بریم تا که برای پیش دکتر برای پیش گرگ میبرید میگه بیا خودمون دکتر است که میفهمه نه چی شده؟ چی شده خطاب کنم؟ بخی آگاه شدی؟ سلما بیا نکسته بخیر ما بگم کتما میکنی؟ کتما میزنی خدا رزو جان این حال که عکسای تا کمی نگیرم اخ
خوب قصه کو خوب قصه کو او یک اولاد داره او خورد گفت خب بخاطر از اولادش دیگه دختره که طفل به دنیا آورد دیگه دختری خلاص میشه و زن گفته میشه باید بخیزه شوی خود گل وار نگاه کنه چای بیاره یک هفته میشه برش ده من از روز که آمده من خونه ایدیم که یک هفته اپر کنه و در دستش بتک بیگه یا پیش از پیش بیاد جای نماز شاور کنه میفهمم همین خوشم نمیاد. خیر است سلما جان، خیر است. بریممون بسیار وضعیتش خراب است. یک دفعه یک بریم خیره. بخواست نه ضرور است این کارا را کنی.